کسی را همراه ما شریک نکرده. ای تو نبود که نماز به ما بخوانه لیکن نظره به نام بیبی کنه، نظره به نام حسین کنه، نظره به نام پیرانی پیر بکنه. ای تو نبودن. همه عبادت مخصوصی ما کرده بودن، عبادت کننده بودن. ولوطا آتیناه حکما و علما. این داستان ابراهیم علیه السلام بود، درسای عظیم بر ما داده شد. ابراهیم به تنهایی خود مقابله کرده، نترسیده. چرا نترسیده؟ کاش که در این راه آدم چی شود؟ شهید شود. از این که افتخار بزرگ کدام است که تو در اشاعه توحید الله، یکتاپرستی الله، شب و روز کار میکنی و تو کشته میشی. این افتخار است برایت. از او خاطر حراسه نداشت، یک نفر بود مقابله کرد. ما هزارها نفر می باشیم بازم لنگای ما در لرزه می باشه که چطور میشیم. و لوطا آتیناه حکما و علما. روان کرده بودیم لوط علیه السلام و لوط علیه السلام دادیم به لوط علیه السلام حکما طریق فیصله کردن یک مانا یا حکم عبارت از نبوت است. و علما الله متعال میگه داده بودم به لوط علیه السلام علم، دانش که چه قسم زندگی بکنه، چه قسم دعوت بکنه، چه قسم اعمال خود انجام بده. بهترین چیزی که نعمت الله متعال است علم است. علم الله علم لوط علیه السلام یاد میکنه. علم است که انسان یقینا در راه درست برابر میسازه. علم است که انسان افتخار میبخشه. علم است که انسان هوشیار میسازه. ولجیناه من القريه التي نجات داده بودیم به لوط علیه السلام از او قریه التي قریه کانت تعمل که بودی قریه عمل میکرد الخبائث کارای آلوده و پلیت نجس انجام میداد. قریه انجام میداد. قریه خود در و دیوال است. در و دیوال خوی اعمال انجام داده نمیتونه. این بدبختای خبیثا آنقدر اعمال ناشایسته انجام میداد علنی آشکارا. تو گویی که در و دیوال قریه یک دم چی است؟ بگوی عمل ناشایسته است. در و دیوال، در و دیوال میفهمی. یک شب توی می باشد او برادر علی، تو خوشی به خود میکنی یا به قریم؟ به کی را خوش میسازی؟ اگه عروس و شار خوش میسازی در گوتاقه که تنگ در تاکه و تاکوشه در تاکه امونجا شارم برقصان، عروسم برقصان، مادریشم، خالیشم، امیشم کل گیره یک جای کو، کل گیره. اما این بدبختا میره باغ پیدا میکنه، باغ پیدا میکنه، اویلی کلان پیدا میکنه. چرا؟ محفلک بسیار کلان میگیره. دول میاره که صدایش تا 3 بجه یک نفر خواب کده نتانه. لیکن یک بدبختی دور از حاضر مجلس مسلمانات برش نمیخیزه که مرد که مرا بیخو کردی. در ترجمه قرآن کریم 10 صفحه آمده رو ایسته میگه ای ترجمه را در لاسپیکر نکن. تراویح ما در لاسپیکر بود، ما را گفت که تراویح را در لاسپیکر نکنی. چرا که صدای قرآن در گوششان میرسه. یا خدا مسلمان میگه سبا روز میره در قبر از پیشی سوال میشه من ربک و ما دینک و من نبیک. سوال از پیشش میشه که چی جواب دارن؟ یا معصیت بری خود حد داره، نافرمانی بری خود حد داره. ای که دول میاری تا 3 بجه را تو دولکاری میکنی، اینی را میگه در و دیوال. اونجا در و دیوال صدای چی میاد؟ بگوی صدای ساز میاد. در و دیوال. قرآن کریم از قوم لوط علیه السلام به میسیستم یادآور میشه که قوم لوط علیه السلام آلوده به جنایات بود، خصوصا بچه بازی. امروز برای افغانستان در کدام سرحد رسیده؟ تا رادیوی جهانی خو هم سری بچه بازی افغانستان تبصره کرد یا نه؟ حقوق بشر هم سر ما را ملامت کرد. کفار دیگه شخو چی میکنی؟ ما خدا مسلمان میگیم داد میزنیم، حکومت ما داد میزنه، حکومت عدالت پیاده شه، حقوق بشر کجاستی؟ این کارا که انجام داده میشه کی انجام میده؟ سرکردش افراد خودیت است، گماشتگان خودی حکومت هستی و این کارا کرده ای. کسی نیست دهن عالم اونجا بند میکنه که در مقابل امی عمل تقریر کنه، تبلیغ کنه. مسلمان است، در یک کلمه گفتن مردم خدا مسلمان شمار میکنه. قوم لوط علیه السلام همینطور قوم بود، آلوده بودن، در خبایث راه ها را میگرفتن، مردم تیر شده نمیتونست، اشپیلاق سرش میکرد، ریشخند سرش میکرد. امروز سری حجاب ریشخند نمیشه، سری خواهرها چاقو کشیده شده که چرا در این مرکز را ترجمه میری پس دارو بخور. اشپیلاق شده، قطی خریک زده شده، سری ریشخند میشه. در کوچه ها 4 دانه لوچکی پودری استاد میباشه، مردم تیر شده نمیتونه. کدام حال نیست که امروز در وطن ما و شما نیست.
بازم ما کمالات تقاضا داریم که رحمتای الله سر ما بیاید. الله بسیار حلیم ذات است. کدام جنایت نیست که امروز نمیشه. اول دمو یک قریه بود، آلی در تلویزیون برآمده در کلی قریه ها، نه کو مانده نه دی نه دیگه. آلی خونه تلاش میکنه که آلی اینترنت کیبل کش کنه که دیگه اینطور چیزا را مردم مشاهده کنه که خلاص دیگه اروپا، کابل، افغانستان اروپا بگرده. او کار را پیش کرده رویسته، این شده رفته رویسته. باز ما تا امید داریم که سر افغانستان الله رحم بکنه، دستار بالا کده می باشیم. و جناب حاجی صاحب تو که دستار بالا کردی، بچت که بیگاه یک بلک پول آوردی از کجا آورد؟ ها؟ یک روز سوال کردی؟ شکمت حرام پر است، لباست حرام است، مال دزدی است، مال غصب است. الله سر ما رحم کو، الله سر ما رحم کو. الله رحم میکنه سرت. تو ضمیر و وجدانت مؤمن است، عقیده به آخرت داری، به روز الله، به روزی که الله قطعت محاسبه میکنه عقیده داری. کدام جنایت است که تو نمیکنی؟ ما خب ببینیم شراب آزاد فروخته میشه، آزاد فروخته. اینجا چی بند است؟ حق گویی بند است، حق گویی. خلاص اگه حق گفتی پول چرخی جایت است دیگه، هر چیز آزاد است، هر چیز آزاد است. اینی را مردم میگه قریه لوط علیه السلام در و دیوار با خباست ها و گناه ها مملو شده بود. امروز یقین به الله بکنه که مملو شده. موبایل است، تلویزیون است، اختلاط مرد و زن است، چور و چپاول است، دروغ و غیبت است که ببینی در 100 نفر یک نفر امین پیدا نمیتونی که لااقل مالی تا پیشش بمانی یا اعتماد کنی که از پیش یک چیزی را بخره. در ترس و لرزه هستی که چی معامله ختم میشه. اونو حالات است. نماز صبحی دمی رمضان مبارک در مساجد بری، وقتی سوال بکنی مولا را لیست برات بکشه 1000 خانه است، 1000 خانه مربوطی مسجد است. برای بدعت از 1000 خانه پیسه جمع میشه، برای بدعت، برای خدمت دین نه، برای بدعت ها. اگر میلاد باشه، اگر می ختمای اجرتی باشه که قاریا بر 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 برای پیسه میخونه، 1000 خانه پیسه میپرته. در شب آخرش مسجد جای تقسیم شیرینک جور میشه، شیرینی خوری شده، این جور میشه. لیکن در نماز صبح 5 نفر ریش سفید پشت سر امام استاد میباشه در می رمضان مبارک. باز ما میگیم مسلمانی که در افغانستان است هیچ جای نیست. کدام مسلمانی؟ چه قسمی مسلمانی؟ مقایسه کن. یک کل افغانستان تا یک طرف، یک صوبه پاکستان پشاور دیگه طرف. مقایسه کن که اونجا چقدر مدرسه است، در افغانستان چقدر مدرسه است، اونجا چقدر مسجد است، در اینجا چقدر مسجد است. بیا میالی بریم که اونجا چقدر ترجمه قرآن کریم شروع است، اینجا چقدر شروع است. بیا مقایسه کن. اونجا مردم چقدر نمازخوان است، اینجا چقدر نمازخوان است. ما در پاکستان تیر کردیم وقته. پس شوی بچه خرد، جوان، مامور، شاگرد، معلم، صاحب منصب، پس شوی خورده مسجد پر می بود. قرآن کریم پیش روی تلاوت شروع است، نماز خوانده میشد. مولا امام فرد چند آیت یک رکوع را ترجمه میکرد، بعد از او تیت میشدن. این افغانستان کجاست؟ برای من نشان بده، برید امتحان کنی امیگه پاره. در دیوال ما صدای چی میه؟ جنایات و گناه میه. انهم کانوا قوم سوء فاسقین. یقینا قوم لوط علیه السلام قومی زشتی بود، بدی بود. فاسقین ای خارج از طاعت و فرمان الله، از نظام الله بالکل پای کشیده بود. خلاص از او خاطره الله متعال میگه و ادخلناه فی رحمتنا، ما داخل کردیم لوط علیه السلام در رحمت خود. عجیب است یک انسان در بین اینطور محیط آلوده، این محیط زشت، این محیط که یک دم فساد است، اما الله توفیق داده به لوط علیه السلام که دعوت خود ادامه بده. متاثر از این اعمالی این مردم نشوه، خود تسلیم به مردم نکنه. مولای ما خود درست کی رفت مردم همون چیز میگرده. سعی میکنی که در مجلس ساز شیشته، سعی میکنی که در مجلس بدعت شیشته، سعی میکنی که هیچ گپی نیست، خود تسلیم میکنه. امتیاز لوط علیه السلام ای بود که با وصفی که در رو دیوار جنایت بود، لوط علیه السلام دعوتگر بود. کمال یک انسانی نمیسته که کلگی نه اهل باشه، به بیروهی روان باشه، تو در راه روان باشی، تو در راه روان باشی. اینجا کمال است.
اگر کلگی جور باشه خب خلاص کلگی جور است، چی کمال داری؟ کمال اینی داری که از هر طرف تو را کش میکنه که اینی کاری معصیت بکن، اما تو استوار هستی. تو همی کشمکشه مکمل همینطور مقابله کرده رو ایستی، دفع کرده رو ایستی. امروز همونطور وقت است. ما اینطور جوانایی که در محضر ترجمه قرآن کریم میشینه پایش باید بوسه کنیم الحمدلله. ایره مدح شما را نمی کنم، اما توفیق الله صلی شما را برگزیده، وگرنه فساد از هر طرف شما را چی کرده؟ کش کرده رو ایسته، جلب کرده رو ایسته، جذب کرده رو ایسته. شکر الله را زیاد بکشید. در اینطور عصر پرفتن ما که وقت در ترجمه قرآن میشینیم، در این جوانی خود خواب خود ماندیم، نفس شیطانی را اوسو کردیم، آمدیم و در این فکر هستیم که من قرآن یاد بگیرم، سبا روز خدمتگاری واقعی قرآن کریم شوم. انشالله که الله تو را خوار نمیکنه اگر نیت درست داشته باشی، اگر اخلاص داشته باشی الله ذلیلت نمیکنه. شرطی است که یقینا به اخلاص همینجا آمده باشی. کمال دینه میسته، کمال دینه میسته که از هر طرف فتنه باشه، اما تو در بین فتنه میبرایی. الله متعال مدح لوط علیه السلام همینطور میکنه و این رحمت خود تلقی میکنه. ما این ترجمه کردن و این زمینه برای ما مساعد شدن رحمت الله تلقی میکنه. من هر دفعه که در تراویح با مجرد استاد شوم همین گپ در ذهنم میاد که الله چقدر رحم بزرگ داری سر ما. حالی کلام خودی تا به لهجه خیلی چیست جذاب بشنویم در مسجد الله خواب نمیریم. این رحمت توست سر ما، یقینا الله رحمت کرده. انه من الصالحین، لوط علیه السلام از جمله اعلى بر صالح است. صالح پیش براتون گفته بودم که کسی که تابعدار کتاب الله و سنت های رسول الله است. صالح کسی است که حق الله و حق بندگان الله را مکمل لحاظ رعایت میکنه. انبیاء علیهم السلام اعلى بر صالحین است. خود چرا یار از جمله صالحین میگه؟ صالح صفتش است که خودم درست میسازه، اما در فکر و در غم دیگرام است که دیگرام درست شوه. و نوحا اذ نادا من قبل، روان کردیم نوح علیه السلام زمانی که یا قابل یاد کردن نوح علیه السلام، داستان نوح علیه السلام هم. اذ نادا من قبل، زمانی که آواز داد پیش ازی، یعنی پیش از ابراهیم و لوط علیهم السلام. چی آواز داده بود؟ نوح علیه السلام دعوت داد 950 سال دعوت داد، لیکن وقتی مردم نپذیرفت، جهرن و آشکارا و پنهان و روز و شب، هیچ وقت باقی نماند نوح علیه السلام که دعوت نده. مردم نپذیرفت. نوح علیه السلام دعا کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله در روی زمین کفار نگذاری، انک ان تذرهم یضل عبادک، اگر یارا بگذاری بندگان تو را دیگه هم گمراه کرده رویسته. این مردم این تخم این قدر تخمی ناشایسته و نادرست است که اگر یا موجود باشه آینده هم سخت خطری قوی قرار دارن. این تخم باید بیخی از بین بره. چرا؟ به خاطری که این قدر دعوت حتی آماده به پذیرش یک سخن نوح علیه السلام نشدن. از او خاطر بد دعا کرد، وگرنه نوح علیه السلام بد دعا نمیکرد. فاستجبنا له، ما اجابت کردیم برای نوح علیه السلام دعایش. چطور اجابت کردیم؟ فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، خلاص کرد. الله فرمان داد نوح علیه السلام کشتی را جور کو. کشتی را جور میکرد، مردم تیر میشد، خندم میکرد چرا جور میکنی؟ ما از آبی خوردن پیدا نمیکنیم. این مردکه کشتی جور کرده رو ایسته رشخند میکرد سری نوح علیه السلام. روز فرار رسید که تنوری خانهشان پر از آب شد. حالی میگرزه طرفی کوم آب است، حالی کجا میشه؟ فنجینا، نجات دادیم نوح علیه السلام و اهله، اهل نوح علیه السلام، من الکرب العظیم، مراد از اهل غیر از همون بچهش است که کنعان بود که خمره مشرکین باقی مانده بود. من الکرب العظیم، از پریشانی خیلی بزرگ، از غم بزرگ نجات دادیم. غم بزرگ کدام است؟ غم بزرگ است که کلگی هر طرف که سعی میکنی غیر غم دیگه چیز نمیبینی. نوح علیه السلام که هر طرف سعی میکرد قوم کل شرق شدگی بود. و نصرناه من القوم الذین، ما نصرت دادیم نوح علیه السلام بر بالای قوم الذین، و کسانی که کذبوا بیااتنا، نسبتای دروغ کرده بود به احکام ما، به دلایل یکتاپرستی ما. انهم کانوا قوم سوء، یقینا مردم بودن قوم زشت. قوم نوح علیه السلام قوم زشت. چرا؟ برنامه مردمای دلسوزه، دعوت مردمای دلسوزه که نوح علیه السلام
ایرا نادیده گرفت، حتی تعامل و تفکر نکرد. فاغرقناهم اجمعین، کلش غرق کردیم. و داوود و سلیمان، قابل یادآوری است داستان داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام، بچه و چیست پدر. اذ یحکمان فی الحرث، زمانی که فیصله میکرد در مورد کشت، نزاعی که در مورد کشت پیدا شده بود در مورد از او فیصله کرد. اذ نفشت فیه غنم القوم، در آن وقتی که در شب چریده بود در او کشت، غنم القوم، گوسفندای قوم. رمه آمده بود، شب کشت خورده بود. از طرف شب رموالا بعد ربی خود حفاظت کنه. اگر از طرف شب کشت خورده شد، رموالا بالکل مجرم است. چرا؟ مردکه خو از طرف روز مال خود حفاظت کنه، شب دیگه استراحت بکنه خانه. تو مالدار باید مالی تنمانی، اما از طرف روز زراعت پیشه آدمی زمیندار باید زمین خدا چی بکنه؟ حفاظت بکنه. شو رمه آمده کشت خورده. و کننا لحکمهم شاهدین، الله میگه ما بودیم برای حکمشان بالکل حاضر که چی فیصله میکنه. مردم آمدن، کشتوالا آمد ریزه کرد بالای داود علیه السلام. ایره موالا کشتی مرا خورده. داود علیه السلام نظر به کشتوالا کرد که تاوانی زیاد دیده. وقتی مقایسه کرد قیمت رمه گوسفند برابر قیمت کشت، از او خاطر گفت بده رمه تدمی کشتوالا. خلاص شک در این نیست که بالکل فیصله قائم به عدالت است، بالکل درست است، خطا فیصله نیست. چرا الله متعال پشتی سر میگه و کلا آتینا حکم و علما، به هر کدامش ما توانمندی فیصله را و علم داده بودیم. خب معلومات کافی، اینجا عدالت بود، اما مصلحت‌ها در نظر گرفته نشده بود که از هر دو جانب مصلحت بعد نظر گرفته شد. سلیمان علیه السلام فیصله میکنه، به پدر میگه من فیصله میکنم، فیصله من خیلی مناسب است. بچه پیش که فیصله تا گفت بله پدر، با مدت 1 سال تا که امی کشت پس دمو حالت اولی جور میشه، امیر رمی مال باید قطع صاحب کشت باشه، اما استفاده را از رمه بکنه و امی صاحب رمه ای کشت دو سرحد برسانه که مال ازی خورده، خدمت زمین رمه والا بکنه، رمه را زمین والا بگیره، منفعتش خورده بره. زمانی که پس کشت حالت اصلی رسید، رمه را پس بر رمه والا تسلیم شود، کشت والا کشتش پس در دستش آمده. اینجا لحاظ اردو جانب شد، تنها از یک جانب نبود که تنها لحاظی کی شود کشتوالا، هم از رموالا شد هم از کشتوالا. رموالا بیخی از دست نرفت، بلکه پس در یک مدت چی میکنه؟ برش تکیه میکنه. پدر به فیصله بچه بالکل راضی است. تو نیست که ولی بگه من پدر هستم چرا خیستی؟ قرآن کریم درس میده. درس کدام درس میده؟ پدر معلومات نداری، در زمان نه ترجمه قرآن کریم بود، نه مدرسه، نه درس حدیث بود، نه مسائل دین، در چوپانی عمری تا تیر کردی، آلی بچه تا الله نعمتای فراوان برش نصیب کرده. درس قرآن در مسجدش آمده، حدیث در مسجدش آمده، مدرسه ها جور شده، روزمره میره فرا میگیره درسه. امروز که برات میاد سری نمازی تو فی میگیره که اینی نماز دین طور نیست. پدر جان تو باید شکر بکشی که الحمدلله توسط بچیم نمازم درست شد. شکر الله را بکشه که اولادش انتقاد یا غلطی نماز عبادتش میگیره اصلاح شوه. تو خب بیا از او در پیش مولا تیر نمیکردی، به خاطر که خجالت میکردی، در این سن کلان میگه چی طور تیر کنم اوجا میشرمیدی. اما امروز الله اولادی تا برات سبب اصلاح نمازت میکنه، عباداتت میکنه، عقیدت میکنه، بعد بسیار شکر الله را بکشی. تکبر نکو، مغرور نشو، خدا کلان نتراش. اما این مردم بجای از اینکه شکر الله را بکشه، اولاد خود تهدید میکنه که دیگه در اون مدرسه رفته بودی پایت میده میکنم، پایت میده میکنم، تهدید میکنه. ما اینطور پدرها داریم، همینطور مادرها داریم. پدر و مادر بگذار، ماما از جای دور ماما چی شده میباشه؟ چرا؟ مانده دختری تا دوجه که این رقمی نماز میخوانه. داود علیه السلام فیصله سلیمان علیه السلام رد نمیکنه. یقینا فهمید که مصلحت در فیصله سلیمان علیه السلام زیاد است، با چشم سر میپذیره. بالکل. چرا؟ واقعیت است، حقیقت است، انسان باید بپذیره. الله متعال میگه و کنا لحکمهم شاهدین، ما بودیم برای فیصله ازیا امی مالوالا و زمین والا و داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام شاهدین حاضر. ففهمناها سلیمان،
ما فهم دادیم ها امی فیصله را سلیمان به سلیمان علیه السلام. چرا حکم تبدیل شود؟ یک دفعه فیصله شده. بله زمانی که در فیصله دو منفعت و مصلحت در دو جانب باشه بعد تبدیل شود.